زینب خانم قربانیست. بله خیلی خوب. بشینید بدون آقا احسان عطایی هستید. بله شما هستید. مریم کلام الله مجید و آینه و شمدان و 14 سکه است. بله خیلی سلام عرض میکنم آقا. قرار بود مهریه من 69 تا باشه به نیت حروف ابجد اسمم و تاریخ تولد داداش مجید، ولی چون شما 14 تا بیشتر نمیخواد دیگه ما هم گفتیم هرچی آقا بگن. 14 تا بیشتر نمیخواد. خدا انشالله به زندگیتون برکت میده، شیرین میکنه زندگیتون. اصل کار اینه. مهریه و اینا چیزای مهمی نیست. خیلی خوب. حالا زینب خانم من رو وکیل کنید که عقدتون رو با آقا احسان بخونم. بله آقا وکیلم؟ بله. آقا احسان من رو وکیل کنید که عقدتون رو با زینب خانم بخونم. وکیلم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. علی کتاب الله و سنت نبیه و منهاج امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. به همسری دائمی دادم خانم زینب قربانخانی رو به آقای احسان عطایی هارونیه به مهریه کلام الله آینه و شمدان و 14 سکه بهار آزادی و به شروطی که در عقدنامه قید شده. اون شروطم جزو موارد عقد ماست. همسری خانم زینب قربانخانی را برای آقای احسان عطایی هارونیه قبول کردم و همون مهریه و همون شروط. انکحت و موکلتی زینب لموکلی احسان على الصداق و على الشروط. قبلت النکاح لموکلی احسان على الصداق و على الشروط. زوجت موکلتی زینب بموکلی احسان على المهر و على الشروط. قبلت التزویج لموکلی احسان على المهر و على الشروط. انشاءالله مبارکه. انشاءالله زندگی شیرین داشته باشید، با هم بسازید، با هم همکاری کنید در همه امورتون. انشاءالله با هم با محبت و صفا و صداقت رفتار کنید. انشاءالله فرزندان زیادی هم خدا بهتون بده. زنده باشید. فقط آقا جان ما انگشترم وقت نکردیم بگیریم، یه انگشتر به من همسرم محبت کنید. بیاد اینجا بهش بدم. سلام. به دوتامون آقا جان. خدا انشاءالله حفظتون کنه. انشاءالله موفق و انشاءالله شیرین باشه زندگیتون. برید به امان خدا. برید آموز.